ما خداوند یاد میکنیم به بندگی، بندهش هستیم. ما خداوند ذکر میکنیم، ما خداوند نماز میخوانیم، روزه، اینا همه یادهای الله هست. قرآن میخوانیم، درود میخوانیم، دعوت میکنیم، جهاد میکنیم، حج میریم، سخاوت میکنیم، زکات، اینا همه چی هست؟ یاد کردیم ما الله را. ما الله را چی کردیم؟ ما به بندگی و بیچارگی خود الله جلت عظمته را یاد کردیم. الله به بزرگیش ما را به رحمت یاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی رحمت یاد میکنه یعنی چی؟ گناه ما را میبخشه، اعمال ما را قبول میکنه، نان بر ما میته، عزت بر ما میته، ایمان بر ما میته، جنت بر ما میته. و یاد کردن ما مقطعی است. یک چند سبا ما الله را یاد میکنیم که زنده هستیم، نه؟ چند هفته، چند ماه، چند سال ما الله جل جلاله عبادت میکنیم، ولی یاد کردن الله قدیم است و دائمی است. و حالا بگوین الله اکبر. مثلا تو خداوند را فراموش نکردی در دنیا، خداوند تو را فراموش نمیکنه اول در دنیا. بگوین یک، زندگی تا تنظیم میکنه، نان تا میته، صحت تا میته، نعمت تا میته، آبروی تا میته، عزت تا میته، آرامی تا میته، امنیت تا میته، بلا را سر چپ میکنه، مشکلات تا دور میندازه. این دنیا ایمان میته، عمل صالح میته، کارهای خوب میکنی، صفات خوب انجام میتی، چون تو چی کردی؟ الله را یاد کردی. الله تو را یاد کرد به نعمت، به رحمت، به برکت. این یک یاد کردنش. و یاد کردن دیگهش در جان کندن است. تو الله را 70 سال 80 سال یاد کرده بودی، اگر کرده بودی در جان کندن برات ایمان نصیب میکنه. تو را یاد کرد، فکرت است؟ تو را یاد کرده بودی، او تو را یاد کرد. ثمره یاد کردنش در جان کندن برات ایمان. تو بی ایمان نمیری، ایمان بر ما نصیب میکنه. تو الله را یاد کردی، یک وقت بخیر قبر میریم، یا ما و شما نمیریم؟ شاید بریم ها، انشالله حتما میریم. در قبر تو را یاد میکنه. اگر تو یاد کرده بودی، اگر تو فراموش نکرده بودی، در قبر فراموش نمیشی. قبر تا چی جور میکنه؟ شما بگوین. بله، پس گویا قبر تا خیلی خودت جور میکنی دیگه. گفت اگر فراموشم کردی خودت فراموش میکنی، اگر یادم کردی خودت یاد میکنی. تو یاد کردی، تو را در قبر یاد کرد. قبر تا چی ساخت؟ باغ جنت. باغ جنت. میدان محشر میخیزی، بعضی روی ها سیاس. تو در الله را گفته بودی، الله را یاد کرده بودی، الله را جل جلاله را فراموش نکرده بودی، لایق و عبادت کرده بودی، گریه و زاری نموده بودی، بندگی بیچاره‌ای کرده بودی. روز محشر میخیزه، الله تو را یاد میکنه. روی تا چی میکنه؟ سفید. چی میکنه؟ اما اگه بگوین روی مثل سفید، بعد ترازوی میزان میشه. تو یاد کرده بودی یا نکرده بودی؟ اگر نکرده بودیم نتیجهش میبینی، اگر کرده بودی نتیجهش میبینی. ترازوی میزان گرام. نامه اعمال به کدام دست؟ اگر تو فراموش نکرده بودی. پس حالا جواب بتین که بزرگترین مصیبت فراموشی خداوند است یا نیست؟ پس ما اگر الله را فراموش کردیم، خود ما را فراموش کردیم. چشم ما را کور کردیم، پای ما را بریدیم، بینی ما را بریدیم، گوش ما را بریدیم. اوله بعضی تفلکا سوراخ قلب داره، ما قلب خود از سوراخ کردیم. آدمای کلام طفل خدایی سوراخ قلب داره. خداوند شفا برشان نصیب کنه. و برادر میگه مادر مریض از دعا کنید خداوند شفای کامل برش نصیب شد. پس راه حل از خلاصی از مصیبت ها چی است؟ یاد الله است. نه تنها به زبان بلکه به قلب، نه تنها به قلب بلکه به جوارح. نماز خواندن، زکات دادن، به نامحرم ندیدن، دروغ نگفتن، اینا یاد خدا هست. فراموش نکردن الله جل جلاله است. خداوند میگه که ولا تکونوا، و نباشین مانند آنهایی که اونا الله جل جلاله را فراموش کردن. فانساهم، خداوند کاری کرد که اینا نفس خودشان را فراموش کنن. خدا را که فراموش کردن، نفس خودشان را فراموش کردن. الله میگه
خوبی کردن به نفس خودشان را فراموش کردن. چرا اگر الله را یاد میکردن الله اینا را چی میکرد؟ بله یاد میکرد. و یاد کردن ما یاد کردن الله زمین آسمان تفاوت داره، بلکه خلاف قیاس بیشتر از زمین آسمان تفاوت داره. یاد کردن ما بنده هستیم، چی یاد کردن ضعیفی است، ولی یاد کردن او خدا هست. جالب چیست؟ ما ضرورت داریم به او، داریم یا نه؟ سخت نیاز داریم او را یاد کنیم. اگر او ما را یاد میکرد یا نمیکرد، ما باید او را یاد میکردیم یا نه؟ ما به او ضرورت داشتیم و ما قربان شویم او را که به ما ضرورت نداره. او صمد است، او جل جلاله بی نیاز است. جالب است قربان شویم خدا را که ما را یاد میکنه. بیچاره اشه، بنده اشه، مظلومش، ظالمش، خاکش را، مخلوقش را یاد میکنه. پس چی کنیم که خدا را فراموش نکنیم؟ حال کارایی کنیم که خدا را فراموش نکنیم. شما در یک جایی که پرمعصیت و زندگی کنین خدا را یاد کرده میتونین؟ از اونجا هجرت کنین. شما اندیوال خراب داشته باشین خدا را یاد کرده میتونین؟ پس علاج کنین. چی کنین؟ علاج کنین. شما زیر تلویزیون سریال فیلم های مستهجن بنشینین، تسبیح هم به دستان باشه، میتونین خدا را یاد کنین؟ سبحان الله سبحان الله بسیار خوب میرقصه. همون تو ریموت بیار یگان جای دیگری بگی بچیم ریسفید هم شدیم، خب الان چی کنیم؟ تسبیح ذکر مامان سبحان الله سبحان الله. لعنت به این تسبیح در دادن نیست؟ استغفر الله بگوید. پس نشیده اوجا. میخوای خدا را فراموش نکنی اوجا نشی. فکرهای خراب، ذهنهای در ذهن تو میگرده، او را در فکرش نباش. اگر میخوایی که الله را فراموش نکنی نمیشه. در فکرت میگرده، نمیشه. اندیوال خراب اندیوالی میکنی، نمیشه. به برنامه های مبتذل می نشینی، در راه های خراب میری. خیلی کارهای را بکو که تو مجبور شوی خدا را یاد کنی جل جلاله. تو خدا خوی بیتی به نماز. به چی خوی بیتی؟ خلاص بگو من نماز میخوانم. نماز یک جمعه گفته بودیم چی میخوانیم؟ خیلی آهسته میخوانیم، بسیار آهسته میخوانیم. خود تو مجبور که نماز بخوانی و نماز آهسته بخوانی میتونی خدا را فراموش کنی؟ تو خوی بیتی به قرآن خواندن خودتا. نار شهوت را چی چاره؟ نور دین. شهوتت قوی است، شیطان ما قوی است، نفس ما قوی است، دنیا خطرناک است، فتنه زیاد است، آخر زمان است، هر طرف اوج رذالت است، اوج پستی است، اوج وحشت و بربریت است. راه حل چی است؟ رجوع کو به کتاب الله. به خود خوی بیتی که قرآن بخوانی. تو که یک دقیقه 10 دقیقه 20 قرآن بخونده همون دقیقه میتونی خدا رو فراموش کنی؟ و قرآن میخونی. تو روزه بگی. روزه ها زیاد دراز نیست، همین روزانه روزه بگی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که با بعضی آنهایی که خدا را فراموش میکنن. کی هست اونایی که زنا میکنن؟ کسی که زنا میکنه خدا را فراموش میکنه یا نه؟ شاید هم در بین شما باشه، شاید هم در بین ما باشه. لواطه میکنه. دیروز یک مادر آمده بود گریه میکرد، شوهرش لوطی است. شوهرش یعنی فاعل است، کننده این کار نامشروع است. کجاست عمر فاروق؟ کجاست حکومت علی مرتضی؟ کجاست عمر عبدالعزیز؟ میدانین این مادری با غیرت چی گفت؟ گفت مولای صاحب من شوهر خدا چی کنم؟ تم نصیحت کو. گفت کردم. گفتم جنگش بکن. گفت کردم. گفتم خبرش بکن. گفت بچه ها را خبر کنم پدرش میکشن. بعد این مادر گفت دیروز آمده بود صدای ما ای کاش او پدر بی حیا بشنوه و این ما قصدن میگم که بشنوه.
و او مادر قهر نکنه. این مادر پیرو محمد مصطفی علیه السلام است. او مولوی صاحب شما در یک تبلیغتان گفته بودین که بعضی فقهای کرام میگه کسی که لواطه میکنه دیوار سرش چپه کنه. بگوین الله اکبر. من دیوار سرش چپه میکنم. ما گفتم نه مادر، تطبیق قانون شرعی، تطبیق حدود الهی، تطبیق شرایع محمدی کار موتو نیست، کار حکومت خواب برده است، کار دولت است، کار شریعت اسلامی است. او کاری تو نیست مادر. برو دعا کو، دعوت کو، نصیحت کو، خبر کو، دستش بگیرین، همه که دست هم بته، نگذارین که این عمل شنی را انجام بده. حالا کسی که زنا میکنه لواطه میکنه از شما پرسان میکنم که خدا به یادش است، پس به بزرگترین مصیبت گرفتار شد یا نه؟ بله؟ بی حیا شد یا نه؟ بزرگترین بلا بی حیایی نیست؟